سلام دوستان، خوش به کانال خودتون، کانال بورس شو. امروز چهارشنبه 19 مهر ماه میخوایم بازار رو بررسی کنیم، یه نگاهی به بازار داشته باشیم و آینده بازار و تحلیل سرمایه‌ای که تو کامنت‌ها گفته بودین رو براتون انجام بدیم. پس تا ویدیو همراه ما باشین، با لایک و سابسکرایبی که میکنید انگیزه زیادی واسه ویدیوهای بیشتر و با کیفیت بهتر به ما میدین. خب این از بازار امروز که شاخص کل 5890 واحد رو به افزایش پیدا کرد. شاخص کل هم واسه حدود 4446 واحد. ارزش مبادله ما 4000 میلیارد که بسیار عدد کمی، 4000 میلیارد دوستان، و در شأن یه بازار بورسی کشور واقعا نیست ارزش مبادله 4000 میلیارد و حجم مبادله ما حدود 6 میلیارد برگ سهم جابجا شده. یه نگاهی به نقشه بازار بندازیم که ببینیم بازار و گروه ها امروز چگونه کار کردن و چه عملکردی رو داشتن. همونطور که می‌بینید با توجه به دیروز که یه بازار خوب داشتیم، امروز یکم متعادل‌تر بود بازار و همونطور که می‌بینید هم نه خیلی فشار فروش خاص داشتیم و نه فشار خرید خوب. یه بازار خیلی متعادل و با درصدهای حدود 1 تا 2، منفی 1 و 2 و یا مثبت 1 و 2 بوده. تاثیر بر شاخص‌ها می‌بینیم پارسیان، شبنا، فولاد، وقدی، شبنده، شبدیز و وپارسا. نمادهای پرتراکنش خیرگستر، شستا، تکاردان، سامان، تشابه، خودرو و شستینا اگه اشتباه نکنم. بله، نمادهای پرتراکنش امروز رو تشکیل دادم. خب میایم به این قسمت که یکم تراکمات بازار رو بیشتر بررسی کنیم. بازار همونطور که دوستان می‌بینید با فشار خریدی خوب شروع شد و بازار پرتقاضایی بود در اول، ولی خب با در حدود اواخر بازار ساعت 11 به بعد فشار فروش یکم بیشتر شد و سهم‌ها رو به منفی شدن رفتن. میایم پایین‌تر، ورود پول حقیقی مورد خورد همونطور که می‌بینید قشنگ این نمودار یه همگرایی با هم داره. نگاه کنید، فشار فروش بیشتر شده و ورود پول به مورد خورده هم کمتر شده و همینطور ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت بیشتر شده و این نشون دهنده این که اواخر بازار یه ذره بازار خراب شد. میایم پایین‌تر، بیشتر نمادها امروز بین منفی 0 تا 1 و مثبت 1 تا 0 بودن و کلا بازار متعادلی رو داشتیم. بس نسبت دیروز که بیشترین خروج پول از صندوق‌ها بود، امروز برعکس بود و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌ها تو صندوق‌ها بوده و سرمایه‌گذاری‌ها بیمه، کالای غیر فلزی، شیمیایی، ارزهای برق و حمل و نقل بوده. بیشتر خروج پول حقیقی هم از گروه‌ها چند رشته صنعتی، دارویی، خودرو، بانک، فلزات اساسی، انبوه‌سازی بوده. دوستان 90 دلار قیمت دلار و همه اتفاقات تاثیر بسیار زیادی تو بازار و آینده بازار میتونه داشته باشه. اینو حتما در نظر بگیرید که همه چی تکنیکال یا ورود پول و خروج پول هم نمیتونه باشه و تصمیماتی که تو دنیا داره میفته بسیار ارزش داره. ورود پول حقیقی 142 میلیارد ورود پول حقیقی امروز داشتیم. میه پایین‌تر، ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت 222 میلیارد بوده که رقم قابل توجهی که و اکثرا هم ورود پول و خروج پولا با رقم‌های خیلی کم و زیاد هم رقم‌های آنچنانی نبودن و به میلیارد کم میرسیدن کلا رقم‌هاشون. خب امروز دوستان می‌خوایم سهم خودرو رو بررسی کنیم با نماد ایران خودرو. سهم ایران خودرو با نماد خودرو معذرت میخوام، یه لحظه گیج شدیم و مثل اینکه دوباره سایت هنگ کرده. زوم اوتش من یه بار دیگه سرچ بدم و دوستان میگن چرا اشتراک رایگان نمیگیری؟ اشتراک پولی ما توش تحلیلا رو چون بعضی موقع میذاریم و یکم وی آی پی تره، اونو زیاد بیشتر از این رایگانه استفاده میکنیم ولی خب متاسفانه باید فکر کنم واسه اینم یه پولی بگیریم. خب همونطور که میبینیم دوستان، سهمی که خلا با سقوطی که کرده کاری نداریم سال 99، سهمی بوده که یه کف پر تقاضا داشته اینجا دوستان. نگاه کنید، یه زون پر تقاضا اینجا بوده که قیمت هر موقع برخورد کرده تونسته سودای خوبی رو بده. اینجا که دوستان داره میبینید من واسه همه میام یه فیبور رسم میکنم، این قسمت یه فیبور ریتریسمنت و عددی که این دوستان اینجا هست 786 صدم که عدد بسیار مهمی باز اون دوستا که اهل فیبوناچی هستن میدونن که این عدد بسیار عدد مهمی هستش و یه زوم اوت بکنیم. خب
یه خط روند هم میتونیم اینجا دوستان به این سمت بکشیم. نگاه کنید دوستانی که قصد خرید سهم خودرو دارن، به نظر من صبر کنین که به اینجا برخورد کنه و اینجا هم میشه، ولی خب سعی کنیم میشه مطمئن تر بخواید خرید کنیم بذاریم به اینجا برخورد کنه، ولی اینجا هم میشه یه خرید کوچیک و یه پله خرید رو داشته باشیم برای سهم ایران خودرو. ولی اگه این خط حمایت رو از دست بده، این خط واسه ما خیلی مهمه، حدود عدد 2263 ریاله دوستان. ولی اگه این خط حمایت رو از دست بده، به احتمال زیاد قیمت بتونه حتی حدود عدد 1808 ریال رو ببینه حتی به خودش. سناریویی که با محتمل هستیم توی این ناحیه اینه که یا قیمت از اینجاها حدودا برگرده بره بالا، یا نه بتون اگه اینجا شیکون یه پول بک بزنه و ادامه ریزشو تا این نواحی داشته باشیم. این سناریوی محتمل تو سهم ایران خودروه. من RSIش هم چک بکنم. بدیم یه واگرایی میتونه داشته باشه، نه واگرایی خیلی خاصی توش دیده نمیشه. ایچون رو پاشم یه چک بکنم من. هنوزم فکر کنم ایچیموکوش درگیر مقاومت تو ابر کومو گیر کرده و فعلا درگیری داره و زیر سیگنال خیلی خوبی دیده نمیشه، ولی خب میشه یه پله رو اینجا داشته باشیم. و خب پله اصلی برخورد به این ناحیه‌ها و دیدن کندل سعودی و ورود پول به این سهم میتونه باشه برای خرید بیشتر. خب دوستان این بود در ویدیو امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر سوال و پیشنهادی داشتید حتما واسه ما کامنت بذارین و اگر تحلیل سهمی میخواد حتما تو کامنت به ما بگین. مرسی تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو دیگه بدرود.